روز قیامت که آمده نیست و در آمدن آن شکی نیست و آن روز روز جزاست، روز مکافات اعمال است، روز تجلی کردن پروردگار به صفت قهاریش است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همه آن روز جمع می شود، هیچ کسی عقب نمی موند، زیرا آن روز از کسی قبول کرده نمی شد عذر را، زیرا آن روز جای گریز نیست، زیرا آن روز جای پنهان شدن نیست. حضرت چی گفتند؟ یا الله، همه را خداوند در یک صحنه در روی زمین جمع می سازد. اطراف بشریت ملائکه های الهی می پیچانند، پوشون های مسلح او می گیرند، دوره می کنند. فیسمعهم الداعی، صدای با هیبت پروردگار همه می شنود، صدای ملائکه های الهی را همه می شنود. و ینفضهم البصر، هیچ کس از چشم خدا، از علم خدا پنهان نمی موند، هیچ کس در هیچ گوشه از چشم ملائکه های الهی پنهان نمی موند. یا الله، آن روز ندا کننده، صدا بلند کننده کیست؟ حدیث ابوالقاسم ابن منده رحمه الله می آورد از معاذ جبل رضی الله تعالی عنه، داعی را برای ما معلوم می سازد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. خداوند خودش با آواز خیلی بلنده که تمام صحن قیامت میشنود ندا میکند. احتیاج به بلندگویک ها نیست، احتیاج به این میکروفون ها نیست. صدای خداوند به گوش تمام مردم قیامت میرسد. میگوید انا الله لا اله الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین. امروز حکومت به دست من است، امروز فرمانده منم. لا اله الا انا، غیر از من دیگر حکومت دار نیست، غیر از من دیگر صدا بلند کننده نیست، غیر از من دیگر پادشاه و حاکم نیست، غیر از من دیگر سلطه نیست. انا الله لا اله الا انا. آن روز پرزیدنت ها هم خاموشند، آن روز متکبران همه خاموشند، آن روز مفتشا همه خاموشند، آن روز سودیه ها و پروکرارها همه خاموشند، دهشت زدند. لا اله الا انا. خداوند میگه فقط من هستم حاکم، فرمان من است. ارحم الراحمین. این خدای ببین باز تسلی میده بندگانشا، شما ناامید نشوید، من بهترین و مهربانترین بندگانم هستم، من برای بندگان و مهربانم.
من برای شما از پدر و مادر مهربانم، من به کسی ظلم نمی کنم. ارحم الراحمین و احکم الحاکمین. من حکم برارم، حکم عادلانه می برارم، من حکمی صادقانه می برارم، من حاکم ترین حکم کننده هستم، به شما ظلم نمی کنم. احتیاجی به رشوه شما ندارم، احتیاجی به تحفه شما ندارم، احتیاجی به طرفداری شما ندارم. و اسرع الحاسبین. شما را من زود عمر گذرانگیتان در حسابات میگیرم. یا الله، اسرع الحاسبین. بولش در پشت ببین. من این عمر گذرانیدی شما را از آدم سر کرده تا آخرین انسان حسابات بگیرم، اما در یک لحظه کوتاه همش تمام میکنم. و هو اسرع الحاسبین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. بندگان من، شما امروز نترسید، شما امروز غمگین نشوید. قسم به عظمتی و جلالم، ذره امروز به شما ظلم نمی شود.